والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم أهل توحید، بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 18 از شرح و توضیح و بیان رکنهای 6 رکن ایمان است و ما برادران عزیز و خواهران عزیز و گرامی قدر، بارک الله فیکم اهل توحید، تا امروز تا انوین 18 حلقه در شرح رکن اول هستیم. آمنت بالله، ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به الله. برای چی اینقدر طولانی در یک کلمه که تا امروز برای بسیاری ها عادی بود؟ آمنت بالله، ایمان آوردن به الله. تمام. برای آنکه این اصل اساسی دین است، اصل دین است، رکن اصل ایمان است، رکن اصلی لا اله الا الله، رکن دوم لا اله الا الله است. اگر در حقیقت آمنت بالله صحیح شد، درست شد، کامل شد، باقی مانده مسائل هم صحیح و درست و کامل می شود. برای آنکه این همیشه به همدیگر تلازم دارد، پیوستی زیچ سخت دارد. اما امروز موضوع ما برادران و خواهران عزیزم موضوع خیلی هم بزرگ است. یکی از مسائل بزرگی که تعلق به آمنت بالله دارد، که کسی که به این ایمان ندارد آمنت باللهش خراب است، صحیح نیست، درست نیست، به کفر مبتلا گشته. بله، وقتی که میگه که آمنت بالله، یکمین چیزی که باید ایمان بیارید این وجود الله، بعد از این ربوبیت الله، الوهیت الله، اسما و صفات گفتیم و رفتیم. اسما و صفات این یک کلمه عام است که در درونش یک چند مسائل بزرگ است که اگر به اسما و صفات الله ایمان آوردید، آمنت بالله شما پوره می شود، نابود می شود. اسما و صفات گفتند و بعضی ها به همون دیگر نامختند که اسما چی است، صفات چی است، نامختند. مثلا در درون اسما و صفات اگر ایمان نآورید، آمنت بالله شما به وجود نمی آید، نابود می شود، می شکند. آمنت بالله گفته گردیدم قبول نیست. یکمیش ایمان نآوردن به علو ذات الله، یعنی الله در بالای عرش، در بالای آسمان ها جدا از مخلوقاتش بودن رو اگر قبول کرده، اثبات کرده، تصدیق کرده، ایمان نبیارید به این چیز، آمنت بالله شما نابود است. یک. دوما به کلام الله ما باید ایمان بیاریم که کلام الله غیر مخلوق، منه بدأ و الیه یعود. کلام الله غیر مخلوق است و الله کی خواهد صحبت میکند و این صفت فعلی است. کسی که به همین چیز باور نکند و کلام الله را ایمان نآورد، یا بگوید که مخلوق است، بگوید یا که کلام الله کلام درونی هست، بیرون به مخلوق خلق کرده میبرد، آمنت بالله شکست. یعنی از درون اسما و صفات هم قسم از صفات های هست که اصل است، تعلق به اصل دین دارد، به مانند علم الله، قدرت الله، حیات الله سبحانه و تعالی. و بعد از این بعضی از مسائل است که از اصلی مسائل، یعنی اصل من الاصول است، اصل از درون اصل هست. اگرچه خودش رو مستقل از اصل دین نگفتند، لیکن اصل از درون اصل هست گفتند و این رو گفتند که معلوم من الدین بالضروره و قسم از علما به اصل دین هم داخل کردند و غیره. لیکن قول راجع اصل من الاصول، معلوم من الدین بالضروره، به معنی که الله در بالای آسمان هاست، از مخلوقاتش جدا در بالای عرش است و الله سبحانه و تعالی کلام، صفت کلام دارد که به پیامبرش صحبت کرد و کلام الله مخلوق نیست. این
و بعد از این رؤیت الله سبحانه و تعالی و بعد از این باز صفت‌های هست که صفت‌های دقایق و نازک است که کسی در این مسائل اگر نفهمیده ماند کافر نمیشد، اما در قسم از صفت‌های الله جاهل ماند کافر میشد، در قسم از صفت‌های الله خطا کند کافر میشد. احتیاط باید شد، باید آموخت. بعد از این آمنت بالله به وجود بیاد. امروزه موضوع ما هم موضوع بزرگ است، موضوع خیلی بزرگ است، تعلق به ایمان و کفر دارد. یعنی ای آمنت بالله یا کفرت بالله اعوذ بالله من ذلک. ایمان آوردن به الله میگوید یا انسان در همینجا، یا که کافر شدن به الله میگوید بسیاری ها اعوذ بالله من ذلک. مثلا موضوع امروزه ما شیخ الاسلام رحمه الله در کتاب اصل الایمان ذکر کردن که اثبات رؤیت الله سبحانه و تعالی یوم القیامة للمؤمنین، اثبات دیدنی الله سبحانه و تعالی روز قیامت برای مؤمنین. و از موضوع حالا فهمیدید که دیدن جمال الله، دیدن الله سبحانه و تعالی، این هم به آمنت بالله ربط دارد. کسی بیاید بگوید که نه ما الله را نمیبینیم، الله دیده نمیشود، بگوید الله انکار کند، وجود الله به کلامی از کلام ها انکار میکرد و غیر و غیره. این جانب های کفر خودش دارد، از یک چند جانب کفر ها وجود دارد در این باب، کسی که دیدن را انکار میکرد. اما کسی که میگوید که آمنت بالله، ایمان آوردم به الله، اقرار کردم، قبول کردم، تصدیق کردم، مسلمان شدم، لا اله الا الله میگوید، این باید ایمان بیاورد، یعنی اقرار کند، تصدیق نماید که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت دیده می شود و در درون جنت هم بعد از داخل شدن به جنت هم الله سبحانه و تعالی دیده می شود. و این هست عقیده که الله به ما تعلیم داد در قرآن و همین عقیده که وحی کرد به رسولش و رسول الله تعلیم دادن به امتشون صلی الله علیه و سلم. و همین است عقیده اجماع سلف صالح، اجماع سلف صالح. حالا شیخ در اینجا حدیث رو آوردن در کتاب اصول الایمان، شیخ الاسلام رحمه الله با رقم 24 حدیث رو آوردن. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طه ويأتي 130. رواه الجماعة گفتنی قبل یعنی کتب سته همه علما روایت کردن و اولین اونها امام البخاری و امام المسلم، حدیث متفق علیه هست و در سنن ابو داود، نسائی، ابن ماجه. اولا بعد از بخاری و مسلم علما اختلاف میکنن که اول ابو داود میاد یا که ترمذی. بسیاری قسم از علما گفتن که سومین کتاب ابو داود است و محققین و علما میگن که بهترش امام الترمذی است. اگرچه معروف است که بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی میگه، لیکن محققین و محدثین میگن که اول بخاری، دوم مسلم، سوم ترمذی، سنن ترمذی، چهارم سنن ابو داود و پنجم سنن نسائی و ششم سنن ابن ماجه از نظر ترتیب. رواه الجماعه، وقتی که میاد جماعه یعنی همین 6 کتب سته با آمده است. از درون 6 کتاب سته 2 این کتاب رو صحیح میگه، صحیح البخاری و صحیح المسلم. حالا که نامی کتاب امام البخاری فقط صحیح البخاری نه، این نامش خیلی طولانی است، مسند المختصر، انا خیلی طولانی و لیکن معروف در بین امت شد
صحیح البخاری. اما صحیح ابو داوود، صحیح ترمذی گفته نمیشه. البته بعض از علما بعد از تحقیق گفتن که این صحیحش، یعنی ضعیف هم دارد در درون ابو داوود، نسائی، ابن ماجه و غیره و غیره. اما بارک الله فیکم، معنای حدیث چی است و ما از این حدیث چی می‌آموزیم؟ در حدیث متفق علیه 100% حدیث صحیح که شکی نیست برای صحیح بودنش، جریر ابن عبدالله البجلی یکی از صحابگان جلیل رضی الله عنهم گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. یعنی چگونه؟ یک روزه گفتن ما نشسته بودیم در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله نشسته، در گرد و اطرافشون صحابه ها نشسته بودیم، یک مجلس شبانه، مجلس شبانه و الله اعلم بعد از شام باشد، قریبی خفتن عشا و بعد از عشا، زیرا رسول الله بعد از عشا کم بیدار می ایستادند. بعد از عشا پیامبر صلی الله علیه و بعد از نماز خفتن بیدار ایستادن رو پیامبر منع میکردن، نهی میکردن. بعد از عشا پیامبر امر میکردن که خوب کنید، بجز در حالتهای ضرورت خودی رسول الله یا کسی که مشغول به علم یا به دیگر یعنی غم امت باشد باقی ندارد. چگونه که خودی رسول الله همراه ابوبکر و عمر یک چند شبها بود که می ایستادند، بعد از عشا هم تا نصف شب یا که زیادتر می ایستادند. پس این دلالت میکرد که این صحبت شاید بعد از مغرب نزدیکی ها به عشا باشد که در این وقت هم ماهتاب برآمدنش ممکن است. نشسته بودیم در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله نظر کردند به سوی ماهتاب که ماهتاب لیلت البدر بود، یعنی ماهتاب پره. معلوم است که ماهتاب هر یک 14 روز یا 15 روز یک مراتب پره می شود، زیرا که ماه در نزد اسلام یک ماه 29 روز است. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الشهر 29 یا 20 ماه 29 روز است. فین غم علیکم فاتموا 30. اما اگر دیده نتواند 30 روز حساب میکرد. اصل یک ماه در نزد امت اسلام چه است؟ 29 روز است. 29 روز، در همین 29 روز ماهتاب چی میشود؟ ماهتاب یک مرتبه کامل میشود و یک مرتبه گشته به پایان میفرد. یک بار 15 روز بالا، یک بار پایان، 14 روز بالا و پایان. عادتا 14 روز میگن. ماهتاب شب 14 میگن. ماهتاب شب 14 یعنی همون ماهتابی که دایره اش کامل پره، همه پره دایره روشن میدهد و این ماهتاب در حقیقت ماهتابی خیلی هم زیباست. پیامبر صلی الله علیه و سلم به همچنین ماهتاب نظر کردند که ماهتاب پره بود، کامل پره ماهتاب بود و پیامبر به صحابگان گفتند که انمین محل شاهد است که خوب دقت بدید. بعد از این که پیامبر ماهتاب پره را دیدند، پیامبر به صحابگان گفتند که انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر. به درستی که شما زود است که ربتون را یعنی الله را میبینید چگونه که انا همین ماهتاب شب 14 را دیده ایستادید. یک باره به شما من اینجا تنبیه میدهم، یک باره. عادتا علمای اهل سنت در جای خودش تنبیه میدن، لیکن ملت ما تاجیک ها باید در همین جاش تنبیه داده شود که اینجا شبهه را معطله ها از مشرکین معطله می آرند که گویا پیامبر الله را به ماهتاب یا ماهتاب را به الله مانند کردند. البته که این باطل است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم نگفتند که الله مانند ماهتاب یا ماهتاب مانند الله است. اعوذ بالله، نه. در اینجا تشبیه صورت نرفت، بلکه در اینجا تشبیه رؤیت رفت.
خوب دقت بدید، همه علما همین سخن میگن. از زمان سلف تا امروز 1400 سال است که زینه به زینه، سند به سند، سلسله به سلسله به ما آمده رسیده است که ما هم به شما میگوییم. چلی که استاد ما استاد تا پیامبر و تا صحابگان رفت. معنای سخن پیامبر تشبیه کردن رؤیت است، دیدن. یعنی چگونه که ماهتاب رو به یگان مشکلی میبینید، هیچ کسی پیش شما رو محکم نمی کند، هیچ چیز گرفته نمیتواند. هزارها درخت باشد هم، آدم ها زیاد باشد هم، یک کمی سوراخی باشد نظر کرد ماهتاب میبینید. ماهتاب دیدنش آسان است، هیچ چیز پیش شما نمیگیرد. خصوصا وقتی که آسمان صاف است، بی غبار است، همه جا آزاد است، باز خوبتر میبینید. چگونه که شما ماهتاب رو، آسمان رو نظر میکنید، ماهتاب رو میبینید، هیچ چیز بین شما و بین ماهتاب پیش شما رو نمیگیرد. انا همچنین آزاد، انا همچنین کشاد، انا همچنین بی ملال الله سبحانه و تعالی را در روز قیامت و در جنت میبینید. و این سخن رسول الله است و این حکم رسول الله است و این خبری رسول الله به من شما هست از غیب که پیامبر گفتن شما میبینید در آینده غیب، و این از وحی بود. حدیث متفق علیه است و پیامبر در این سخنشون تأکید کردند. تأکید اینکم گفتند، البته که گفتند میبینید، البته میبینید الله را، ربتون را. چگونه که ماهتاب رو میبینید الله رو میبینید. لا تضامون فی رؤیته، در دیدن الله سبحانه و تعالی هیچ کس به شما یگان پیشگیری کرده یا شما را داشته یا چشم شما را محکم کرده یا که پیش روی شما را گرفته نمیتواند. بارک الله فیکم. پس تا انا همینجا این محل شاهدی موضوع ما هست. این است عقیده اهل سنت و الجماعت که الله سبحانه و تعالی در دو جا دیده می شود. بعد از اینکه مردم حشر می شوند، از قبر همه می خیزد، رست می شود. بعد از میثاق حشر شدن دمیده می شود. در آن همین وقت الله سبحانه و تعالی جمالش رو، خودش رو نشان میدهد. معلوم است که روز قیامت وقتی که شد، ما حالا در ایمان به روز قیامت در این بالا خیلی زیاد صحبت میکنیم. الله می آید، الله رو به عرش الله رو ملائکه ها می بردارند که علما گفتند 8 صف، 8 دایره، 8 کس، 8 از ملائکه. زیرا که تا روز قیامت 4 نفر از ملائکه یا 4 بگویم صف می بردارند. اما روز قیامت قدر روزی وزین است که 8 ملائکه یا که بگیم 8 صف یا 8 دایره ملائکه ها عرش رو برداشته می آورند. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود و هم لا یستطیعون. الله ساقش رو میکشد. ساق یکی از صفات های الله سبحانه و تعالی که ثابت است که ما باید ایمان بیاریم. آمنت بالله بگوی به ساق الله ایمان بیار. ساق معلوم است، از قدم بالا، از قدم بالا. قدم گفتم اون پایه که انگوش دارد، اینجا قدم میگه، لیکن از قدم بالا رو یک قسمی پای رو چی میگیم؟ ساق میگیم. روز قیامت الله سبحانه و تعالی ساق پایش رو میکشاید، مردم ساق رو میبینن و بعد از این الله سبحانه و تعالی امر میکند که سجده کنید. منافقین سجده کرده نمیتونن، مؤمنین سجده میکنن. و این چنین روز قیامت الله سبحانه و تعالی جمال خودش رو، روی خودش رو نشان میدهد به مؤمنین و موحدین، خاص برای مؤمنین و موحدین. برای چی؟ برای که در روز قیامت انسان ها به 3 قسم تقسیم میشن: مؤمنین و موحدین، منافقین و کفار و مشرکین. اولا کفار و مشرکین اصلا الله خودش را به اونها هرگز نشان نمیدهد. کفار بگیم و مشرکین محروم هستند از دیدن جمال الله سبحانه و تعالی
ابدالابد اونها جمال الله را نمیبینند. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الكفر والضلال. پناه به الله از کفر و ضلالت، پناه به الله از این بدی، از این شقاوت و بدبختی. در سوره مطففین الله سبحانه و تعالی در آیه 15 حالت منافقین و به خصوص کفار مشرکین رو بیان کرده، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. هرگز انکار میکند دیدن اونها را، هرگز نمیبینند. یعنی البته که آنها از ربشان در اون روز محجوب هستند. یعنی بین این مردم کفار، مشرکین، مرتدین و منافقین و بین الله حجاب است که اینها دیده نمیتوانند. پناه به الله. ما الله را دعا میکنیم که به دیدن جمال زیبای خودش، به این نعمت بزرگ، به این خرسندی بالاترینی از خرسندی ها نصیب بکنون. زیرا که دیدن جمال الله دلالت بر رضاگی الله میکند، دلالت به صحیح بودنی آمنت بالله که در این دنیا گفته میکند. لیکن نائل شدن به دیدن جمال الله فقط به سخن نیست. ای مسلمان، من ایمان به الله دارم بگویی، نه عبادت، نه اطاعت، نه تعلیم، نه توحید، به کفر و شرک و ضلالت و بدبختی مشغول هستی، به حرام خوری و دیگر از گناه های کبیره مشغول هستی، نه پروای کفر داری، نه پروای شرک داری، نه از توحید خبر داری، فقط فریب دادی خودت و گرد اطرافت را. ایمان به الله دارم دلم پاک شود شد، این چیست؟ این نفاق است. اگر کفری اصلی نگوی این نفاق است، کمترین درجه نفاقی که کفر اکبر است. زیرا که این اعراض از دین الله است. شکننده دهم اسلام امین است که کسی بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد از این لا يتعلم ولا يعمل به، لا يتعلم ولا يعمل به، تعلیم هم نمیگیرد، عمل هم نمیکند، پروای دینش ندارد. این اسلامش همین لا اله الا الله که گفت مسلمان شد، گشت و شکست و نابود شد، مسلمان نیست. بالاخره این آیت دلالت میکند، سوره مطففین آیت 15 هم دلالت میکند که در روز قیامت طایفه اولی که الله سبحانه و تعالی را نمیبینند، از جمال الله ابدالابد محروم هستند. این بدبخت ها، اینها را در حقیقت شقی بدبخت گفته میشد. کیست بدبختتر از اون کسی که از دیدن جمال الله سبحانه و تعالی محروم شود؟ آیا هست از این کس بدبختتر؟ بدبختترین انسان امین است. جمال الله در یک طرف نشان داده شده ایستاده است، اما در این طرف یک انسانی که بین او و بین الله حجاب قرار دارد که دیده نمیتواند. این دلالت به کفر او، به قبول نشدن آمنت بالله او، به منافق بودن او یا به مرتد بودن او، یا که غضب کردن الله به بالای او و جهنمی بودن او میکند. الله المستعان. بالاخره این طایفه اول هستند که ابدالابد محروم هستند. اما طایفه دوم منافقین. منافقین وقتی که میگم یعنی منافقینی که نفاق اکبر دارند. نفاق چیست؟ اظهار الاسلام و ابطان الكفر. نفاق اسلام را ظاهر کردن و کفر را در باطن نگه داشتن. در بین مسلمان ها مسلمان شدن، در بین کافرها کافر شدن، به خاطر دنیا دین از بحرش برآمدن و در بین مسلمان ها جاسوسی کردن. اینها همیش نفاق های اکبر است. ولیکن بارک الله فیکم، منافقین کسایی که در این دنیا مسلمان بودند، من و شما فکر میکردیم، مسلمان ها فکر میکردن که این انسان مسلمان است، اما در روز قیامت الله قلب او را که میداند و به قلب او که حکم میکند، نفاق او آشکار است در نزد الله سبحانه و تعالی. انسان ها را فریب داد، لیکن الله سبحانه و تعالی را که فریب داده نمیتواند. چهره های منافق سیاه از دیدن جمال الله محروم است. پس ای منافقین از الله ترسید. هر منافق به الله قسم میداند که او منافق است. به الله قسم، هر کسی که اسلام ظاهر کرد و در باطنش کفر است، نیت بد دارد، جاسوسی به مسلمان ها دارد و دنیا را از الله و رسول دینش پیش میگیرد، این انسان
میداند که قلبش همین قلب کفر است، میداند که قلبش قلب نفاق است. برای همین ای منافقین توبه کنید پیش از رفتن وقت، پیش از اوان وقت، پیش از رفتن وقت توبه کنید، به سوی الله بازگردید. شما بزرگترین چیز را از دست میدهید، نعمت ابدی را از دست میدهید، زیباترین چیز را از دست میدهید، زیباترین ذات را، جمالش را از دیدنش محروم میشید. ابدالابد هرگز جمال الله را نمیبینید. آیا شما راضی هستید که به خاطر دنیای ناچیزه این دنیای خود و آخرت خود را بسوزانید؟ هرگز. پس توبه کنید و به سوی الله بازگردید. وقت هست ای منافقین، وقت دارید ای جاسوس ها، وقت دارید ای خوبس ها. توبه کنید، توبه کنید و باز آیید. پس منافقین هم دیده نمیتوانند الله سبحانه و تعالی را، منافقین هم دیده نمیتوانند. و بعد از این جماعت دوم که منافقین هرگز الله سبحانه و تعالی را نمیبینند. برای چی؟ برای که منافقین هم کفار هستند. فرق منافقین از فرق کفار همین است که کافرهای اصلی در این دنیا هم کافرند، در آخرت هم کافرند. یکی منافقین ما مسلمان ها فکر میکردن که در این دنیا مسلمان است، به وی سلام دادیم، جنازه خواندیم، برای که کفر او را ندیدیم، شرک او را ندیدیم. اما در آخرت معلوم میشد که او کافر است، زیرا که الله در روز آخرت به قلب حکم میکرد. قلبی تو ایمان دارد، آمنت بالله حقیقی بود، حکم مسلمان. دروغ بود، حکم کفر و شرک. بارک الله فیکم. بعد از این قسم سوم، قسم مؤمنین و موحدین. مؤمنین و موحدین و مسلمین، مرد و زن، کوچک و بزرگ، کسی نباشد، اینها هستند که الله سبحانه و تعالی را میبینند. در روز قیامت نظر به جمال الله میکنند، قلبهایشان آرام میگردد، رضایتی الله را احساس میکنند، خرسندی که هرگز از روزی پیدا شده نشد تا امروز در اونها دیده نشده بود، و خرسندی که هرگز تصور کردنش هم ناممکن است. این دیدن جمال الله رب العالمین است که همه پیامبران به خاطر دیدن جمال الله دعوت خود را شب و روز انجام میدادند و صبر میکردند. و چقدر علما به خاطر دیدن جمال الله حیات خود را در این دنیا در ترمه ها و در زندان ها میگذرانند. و چقدر هزارها جوان به خاطر دیدن جمال الله سبحانه و تعالی در این راه شهید شدند. این ارزنده است. بله برادرم، این ارزنده است. این دیدن جمال الله است، این رضا شدن الله است. تمام زمین و آسمان ها که در بین این دنیا هست، قسم به الله به یک لحظه نظر کردن جمال الله نمی ارزد. این همه چیزهایی که امروز من و شما را از الله می دارد، به یک لحظه نظر کردن الله، به یک ثانیه نظر کردن جمال الله نمی ارزد. این چیزها در نزد جمال الله ناچیز است. پس الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن خبر داده است که وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. رویهای هستند که در روز قیامت نظر میکنند، نظر کنندگان هستند. ناظره الى ربها ناظره، نظر میکنند به سوی ربشون. این آیت سوره قیامت آیت 22 و 23 دلالت میکند که رویهای مؤمنین و موحدین هستند که
به طرف بالا نظر میکنند، به جهت نظر میکنند. جهت چگونه که رسول الله وقتی به صحابگان تعلیم دادند به جهت بالا اشاره کردند، بله الله ذاتی که از همه چیز بالا است، الله در بالا است و در وقت دیدن جمال الله هم از جهت بالا میبینید، در بلندی میبینید، نه در پایان. نظر میکنند به جهت بالا و الله را میبینند. و این آیت سوره قیامت 22 و 23 100% اثبات میکند دیدن جمال الله سبحانه و تعالی. و این آمنت بالله است. کسی که دیدن جمال الله را ایمان ندارد، آمنت بالله ندارد، کفر ورزیده است به این آیت های قرآن. سوره قیامت آیت 22 23 و آیت های دیگری که الله سبحانه و تعالی میگه للذین احسنوا الحسن و زیاده. للذین احسنوا، اونهایی که در دنیا احسنو ای اخلصوا العمل لله، عمل خالص برای الله کردن. یعنی چی؟ یعنی موحد بودن در این دنیا در روز قیامت برای اونها حسنا، جنت داده می شود. یعنی برای موحدینی که در این دنیا موحد بودند، یک تا پرست بودند، در روز قیامت برای اونها حسنا، جنت داده می شود. آیا به همین تمام است؟ مکافات تو فقط جنت است؟ نه، بلکه و زیاده، از جنت هم یک چیزی زیادتی است. چی است؟ دیدن جمال الله سبحانه و تعالی که این بزرگترین نعمت و بالاترین نعمتی که در جنت است، از این بزرگتر دیگر نیست. هم نشست شدن به پیامبران و شهدا و صدیقین، این چقدر بزرگ است، لیکن باز دیدن جمال الله است. الله همه ما را، اهل توحید را، مسلمین را به دیدن جمالش نصیب بکند. پیامبر دعا میکردند که اللهم اني اسالك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقدرتك احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا. اللهم اني اسالك الخشيه في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت بله واسالك لذة النظر الى وجهك الكريم. پیامبر دعا میکرد. پیامبر خیر البشر، خاتم الانبیاء و المرسلین، خلیل الله، میگفتند که و اسالک لذة النظر الى وجهك الكریم. الله از تو میپرسم، از تو مسئلت دارم، از تو سوال میکنم که لذتی نظر کردن به جمالت رو به ما نصیب بکن. این چقدر لذت دارد. تمام لذت ها در زیر لذت جمالی، در زیر لذتی نظر به جمال الله نابود میشه. لذت دیگر نیست، لذت حقیقی. تمام زیبایی ها در زیبایی جمال الله نابود می شود. زیبایی دیگر نیست، زیبایی الله. این الله جمیل یحب الجمال. الله اینقدر زیبا هست و وقتی که به الله نظر میکنی الله اینقدر زیبا هست که از زیبایی الله لذت میبری. الله اکبر، الله اکبر. پس این است عقیده اهل سنت و الجماعه. اما عقیده باطل وجود دارد مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت که امروز خودشان را اهل سنت میگند اما نامعقول کردند، دروغ میگن. اینها اشاعره، ماتریدی ها هستند و اینها را معطله، جهمیه گفته میشد. معطله کسانی که صفات الله تعطیل کردند، انکار کردند. جهمی ها کسانی که پیروان جهم ابن صفوان هستند. اشعری، ماتریدی، رافضه، اینها ایمان بر رؤیت الله سبحانه و تعالی چگونه که
در قرآن و در سنت آمده است ندارند. مذهب اشعری و ماتریدی چگونه است در بابی آمنت بالله فی رؤیت الله، ایمان آوردم به الله و به رؤیت الله، دیدن الله را اشعری ها و ماتریدی ها چی میگویند؟ اشعری ها و ماتریدی ها میگن که الله را به چشم دیده نمی شود، یعنی در روز قیامت یا در جنت یک انسانی که در روز قیامت مؤمن مسلمان است یا به جنت داخل شده است به چشمش الله را نمی بیند و به این عقلش هم الله بعد از دیدن یا ندیدن تصور کرده نمی تواند. برای همین میگن که الله یک قوه را به چشم او خلق میکند و یک قوه را به عقل او خلق میکند. به همین عقلش در درون عقل گویا که تصور میکند الله سبحانه و تعالی را در درون عقل میبیند، نه اینکه به چشمش میبیند. چیزی که خارج جدا از جسم تو است، بیرون است، به چشمت میبینی. چخیلی که در این دنیا چیزی رو به چشمت میبینی، چخیلی که ماهتاب رو به چشمت دیدی، چخیلی که پیامبر گفتند چگونه که ماهتاب رو از خودت جدا الهیده به دو چشمت میبینی، الله رو جدا از خودت به دو چشمت میبینی. اشعری ها و ماتریدی ها رافضه ها میگویند که الله را به دو چشمت یک نمیبینی. اولا الله را در جهت نمیبینی، نه در بالا نه در پایین، در هیچ جا به جهت الله را نمیبینی. سوم میگن که الله را در عقلت، در درون عقلت تصور میکنی. چگونه؟ الله به عقل تو قوه رو خلق میکند، یک قوه رو میدهد که در اساس همین قوه تو الله را در عقلت میبینی، در ذهنت میبینی، در عقلت میبینی. الله المستعان. عقیده کفری است. عقیده اشعری ها و ماتریدی ها انکار دیدن الله است. عاقبت این عقیده چی است؟ آشکار واضح انکار دیدن الله است. میگن که یکم الله را در جهت نمیبینی. جهت چی؟ جهت بالا، جهت پایان، چپ راست، این جهت است. بله ما 6 جهت داریم. اشعری ها و ماتریدی ها میگن که الله را در همین 6 جهت در یگون طرف هم نمیبینی. انمین انکاری دیدن الله است. انمین سخن انکاری دیدن جمال الله است. و اینها با آمنت بالله میگن. شب و روز آمنت بالله میگن. علما دارد، کتاب ها نوشته است. لیکن اشعری ماتریدی است گمراه. برای همین اشعری ماتریدی را علما کفار گفتند. جهمیه تو کفار گفتند. العشائره تو کفار گفتند. خیلی که اللالکای 1000 علما را نقل میکند برای کافر بودن اینها. در کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه البربهاری، ابن بطه، یا که در کتاب ذم الکلام ابو اسماعیل الهروی و غیر از علما. سبب چیست؟ سبب انکار کردن اشعری ها از جانب ما چیست؟ ما چرا اشعری ماتریدی رو انکار میکنیم؟ برای اینکه اونها آمنت بالله ندارند. در زبان آمنت بالله هست، عملا تطبیقا ندارند. یک، و مردم به سوی انمین کفر خودشون میبرند، علم کلامی، فلسفی. و بالاخره میگویند که الله در بالا دیده نمی شود، الله به چشم دیده نمی شود، الله فقط در ذهن، در عقل دیده می شود. در حالتی خوب بودنت، در حالتی نمیدونم در درون عقلت. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به این گمراهان در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه صفحه 402 و 404 خیلی زیبا بیان کردن. ببینید ابن تیمیه رحمه الله رد به جهمیه ها کتاب داره. تلبیس یعنی فریب و نیرنگ و مکری این جهمیه ها. اینا به خودش فریب دارد، نیرنگ دارد، مکر دارد. این خوب است شما را از عقیده دور میکنه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رحمتا واسعه در این کتاب بیان کردن. إن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم. بدرستی که مؤمنین موحدین میبینند ربشون را عز وجل را روز قیامت با
عیانا یعنی آشکار با چشمهایشون، بی ابصارهم با چشمهایشون، در درون ذهن، در درون عقل، با چشم. فیه گفتن شیخ الاسلام رد او مخالفه لمن قالوا يرونه لا بابصارهم، در این اعتقاد اهل سنت گفتن رد است به مخالفان اهل سنت بمانند اشعری، ماتریدی، جهمی که اونها میگن یرونه لا بابصارهم، الله دیده میشود نه با چشم. یک کمی خیلی میگن اشعری ماتریدی میگن که الله را میبینی نه با چشم، الله را میبینی نه در جهت، یعنی الله در جهت نبینی، با چشم نبینی، چگونه میبینی؟ در ذهنت میبینی. وهم الاشاعره ومن شابههم والماتریدیه، اشعری ها انا خیلی عقیده باطل دارند و کسایی که به اشعری ماتریدی مانند است و اینچنین ماتریدی ها گفتن انمین عقیده را دارند. سبحان الله، عقیده کفری است. لانهم یقولون بالرؤیه، اینها رؤیه میگویند. اشعری ها ماتریدی ها میگن که بله رؤیه الله دیده میشود. میگن فراموش نکنید مدخلی ها چخیلی که در باب ایمان شما را فریب دادند، عمل میگن از ایمان است لیکن عمل رکن ایمان نیست، صحت ایمان نیست و یک کمالات است، میگن فریب میتن. اشعری ماتریدی هم همین خیلی صبریمن میگویا که یک فریب خیلی قویگی جهمیگی دارد. الله دیده میشود، میگن قسم به الله، میگن الله را میبینیم لیکن نه به چشم و نه در بالا و نه در جهت، در یگون جهت نیست. در کجا میبینی؟ در درون ذهن میبینی. حقیقت سخنشون انکار دیدن الله سبحانه و تعالی. اما معتزله ها آشکار واضح انکار میکنن دیدن الله. یعنی معتزله ها که عقیدتا در باب ایمان و در باب کفر خوارج هستند، معتزله ها ابن ابی داود در باب اسماء و صفات معطله جهمی هستند. این معتزله ها آشکار واضح مثل اشعری و ماتریدی بازی کرده، فریب و نیرنگ نمیکنه و آشکار واضح میگه که دیده نمیشه، الله دیده نمیشه. الله المستعان. پس حالا به شما فهمو شد که این مسئله چگونه است و مسئله خیلی ضروری است و این یکی از مسائل بزرگترین و اساس در مسئله آمنت بالله است. آمنت بالله. ابن القیم الجوزی در همین مسئله عقیده اهل سنت رو ذکر میکنند و در کتاب نونیه به بیت بیان میکنند. ابن القیم الجوزی یک کتاب نونیه دارند. چی گفته نگم؟ نونیه گفته نگم. چی گفته نگم؟ کتاب هزارها بیت تمام اعتقاد اهل سنت و الجماعت نوشته شده است. به بیت، شعر، بیت آخری همه بیت نون، حرف نون است. همه بیت آخرش حرف نون است. ابن تیمیه هم دارن، لامیه دارن، حرف آخری همه بیت لام است. این خیلی بیت نوشتن و در شعر همه عقیده اهل سنت رو بیان کردن، این خیلی علم میخواد. حالا ما از کتاب نونیه ابن القیم الجوزی مجله دوم صفحه 214 میخونیم با شرحش. ابن القیم الجوزی در کتاب نونیه میگن رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. سه بیت شش قطور. یکی ببینید آخرش و جمال سایر هذه الاکوانی عرفانی برهانی. چقدر زیبا الله زیباست. جمیل، حقیقت زیباگی، حقیقت جمال در الله است. در باقی مانده ها جمیل، این چیزهای زیبایی که در این دنیا میبینید، این همه زیباگی که در این دنیا خود در طبیعت باشد، خود در انسان باشد، در کسی نباشد، از جمال الله است. الله کمی از جمال خودش داده است، اما حقیقت زیباگی در الله است. الله اینقدر زیبا است که تصور کرده نمیتونی. جمال الله
وجمال سائر هذه الأكوان. جمال الله همه کونی که است از جمال الله داده دست میگه، الله داده است. پس ذات الله زیباست، صفتهای الله زیباست، فعلهای الله زیباست، نامهای الله زیباست، با برهان قرآن و سنت که ان الله جمیل یحب الجمال. بارک الله فیکم و جعلنی الله و ایاکم. الله من و شما را از بینندگان، از نظر کنندگان به جمال خودش قرار میدهد. پس با همین این موضوع به پایان میرسد. باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده یک چند صفت ها رو مختصرا ذکر میکنیم. با همین مسئله با نظر میکنیم که در مسئله الله یعنی چگونه مختصر به پایان رسونیم. این همه صحبت هایی که هست مختصر است. قسم به الله اگر درباره آمنت بالله، درباره الله، صفات های الله صحبت کنیم 100 حلقه هم کم است، 200 حلقه هم کم است. لیکن این حلقه های درسی ما فقط اسما و صفات نیست، آمنت بالله هست. برای همین چیزهای مهمی که تعلق به آمنت بالله هست به شما ذکر میکنیم و بسیار چیزهای دیگری که در حق الله هست در اینجا بیان نمیکنیم. ما ان شاء الله حلقه های درسی خاصی را در باب اسما و صفات شروع میکنیم. در باب اسما و صفات که همیشه فقط درباره الله هست، نام الله، صفات های الله، کارهایی که الله میکند، یعنی فعل هایی که الله انجام میدهد، در اونجا خیلی وسیع در همه نقطه ها دقایق جزئیات هم داخل میشیم. لیکن این در این درس فقط مسائل بزرگ ذکر کرده میشد. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.